تو نمیفهمی من دیگه خیلی زندگی نکردم قد من میرم خانه آجم با خیماندی اون مکو در خانه آجم میگذنم نفهمیدی زنه چی میگوی مرم قتیل نمیبری گرگالی با همیتیا من ترا چند برشید میگم که همین زمین قطعی نگذارید گذاشته نکن یا این همینجا کرا پوبل کنه جویک بکشین یا 10 سامانی پل میتین کدامیش مو دم اخوله که اوه پل ندارم چی؟ با بدرون زمین شما بگذارید 10 سامانی پل میتیو خب کوخی یا زمیناتونو پوبل میکنیم همین خیلی هو مال بگو بیا بکنیم بریم استاد گرگالی ها طرف به رازبروی کلونو دا کشته شد بچه سفری پلنگ میگن اخی همه بچه سفری پلنگشتی یافته صاف گوده که تو خطی ما جان که فهمیدی او گرگالی 10 سامان داشته باشی بته حوزی میره من خونه میتون تا پروست حوزی خوشی جنگم نداده سایده ها بگیرم برای اینترنت ها و دالید کنیم من قطعی جونم در قشتاق شرمنده شیدم پشت شما ما در تایی گم موندم ای اوتام مرا دیگه در خونه ره نداده استای پشت شما رو ما در اوغل خوون اکه من دیگه کی دختر میتا اکه دیگه ایش که دختر نمیتا اکه من همیتا میمونم اکه دیگه همیتا میمونم اکه کل دستر حکیم کی میگیرم من همیتا موندم اوخی و گل دستر کیم که دیگه میگیره این لخ اوخی جورای من میمونم همیتا دیگه اول مزن بگیریفتم این وقت دکتر شیده بده ولی اگر جورای مزن میگیرفت کو این وقت دکتر شیدگی بود بشوخی؟ ای چخیل هفته تو دکتر میشید این من سرگز میگیریفتم میکورید چیه این جورای من زورای سرگز میگیره این ای تک ای تلفونش کشته اکی تشریف صاحبی چند فرزند داری؟ سلامت باشید برادر عزیز خدا را شکر صاحب 2 فرزند 2 تا پسر دارم یکتش نورشد نام داره یکتش جواد ولی هر دوش فقط در همین مشق میکنه دویدن ده خیلی چقدر بودن تز میده و کو دویدن ده مشق کردن بگو برای چی؟ اگه ابلا و کشی من میدوان تیار شو کردستان ده تیار چقدر سری دیوالا میپرن همه چه مشق آماده در اون اوقه چخیل میدارن تای تراله بود بولو تراله چخیل میپرن آماده کرده تشریف شما علاقه شنونده های تماشابینایی که مثلا این لحظه ما شما رو تماشا میکنن نترسونید به ابلاوا این پیش بود واسه قانون برآمد قرار برآمد دیگر ابلاوا نمیشود من باوری کامل دارم که 99% یعنی جهنمی سربازا همه همینا با اختیار خودشون آمده همین خیلی نیست برادر ارجمند ابلاوا وجود ندارد هم خیلی طرف ما با خوش کنم همین خیلی نیست اکا بختیار ما جامعه که سالتا صحبت کرد ابلا اینه که شوخی کردم که همین سالتا کم کم چهرهشو خنده میشه نه اکو باید گپی ما صحبتی ما تشریف جان نیم شوخی نیم جدی باشد اکو شوخی کردم اکو دویدن شوخی کردم من یک بچه بودست نه مکتب میخواد نه کار میکرده است بعد همین جوره بازی میکرده است با مادرش را که احتم جانه آخه هم جوره بازی میکنی مثلا سحر خواب میکنی تا بگه میره قد جورات تا بگه میگردی بعد نیم شب ساعت 4 سحر میبیوی این خیلی نکن تو یه بار گپی منی مادر تگیر انا همه کارو نمیشه بعد بچه گفت کی لب با اوچا جان چیکار کنم دیگه جوره بازی نکن به جوگردی نکن بیا گپی من اگر کارو کشایش میشه یا یگونجا داخل میشه یا که را وکلا خدمت کن با بچه چه شما من اوقا خوب نقض نمیبینید اینا 2 بچه‌تون در اسیا من در پیش شما با من میگه رو خدمت کن بعد بچه قهر کرده است با چه است که بچه جون تو همه قهر نکن گپی من اگر یا مکتب داخل میشی یا کشایش کار یگونجا کار میشی با بچه گفت لا بچه چیکار کنم بچه جون با مادر گفت است که بچه جون تو هر بگه بر وقت بیا ساعت همین 7-8 به خونه بشو همراه ما خوراک شما خوریم بگو بر وقتتر خواب کن سحر بر وقت خیز یک در ترزه کشای فیض و برکت رو کشایش کار میشد مادر به بدی فرزند گپ نمیزند کو با بچه گفت گپ نیست من 21 بعد اومدم یه بار گپی مادر در زمین نمونم گفت اومده قطعی مادر جونش خوراک شما خورده گفت انا چجور من خوراک شما خوردم چیکار کنم با گفت است که انا کو درو بر وقتی خواب کو بر وقتتر خیز در ترزه کشو فیض و برکت رو بچه گفت است گپ نیست خبر رفته است جوگای خوش به خواب کرده است با سحر ساعت 3 خست است
در تیزه یک شده فیض و برکت در آورده با خودش بالا جاگش با یانباش وای میشد با دوا تازه شده انتظار که یک فیض و برکت میدرد 10 دقیقه پس فیضلای وینکو مایدر در اومده یو برکتلای اوچاسکوی ناظر منطقه ایترزه در اومدن خدمت ما بردیم بچه سلام داشتم سلام علیکم نه تا انا برادری من زنگی رای نه وای مسئله نه همین جایی همین تریتوریا بوده یعنی رپورت میشناسم دختره که الان دختره که دیدی رفته است اون رو میشناسی اما دختره که بیشناسی میدونی همون یه مود معلومات بده همین الان بچه زن بگیره فعلش نمیدونیم چه خیلی رفتار داره چه خیلی وای یکم زنگیه ها بچه پیش زنگی خوش که منه برادر همه دختره تو بیشناسی خیلی دختره همون دختر زورا یا؟ راستی من نمیدونم هم بچه ها کزار میگن که ترین دختر زور عجایب بود چه که عجایب بود چه فهمید دختر زورا اگه جز فهمید راستی من کنه میدونم هم بچه ها کزار میگن که همه چیزی گفتیمش نگفتم چی؟